یک سکه ارزش طلاش چقدره و من اگه واقعا اختلاف قیمت سکه‌ای که تو بازار داره معامله میشه از این ارزش طلا از یه حدی بالاتر باشه، اصلا نباید سمت خرید سکه برم. نباید سمت، حداقل اگر هم میخوام اصرار دارم بر این که بخرم، برم چیزی رو بخرم که این حالا به اصطلاح عامیانه حبابش کمتر باشه، از ارزش ذاتیش فاصله کمتری داشته باشه که اگر قیمتش اومد پایین من دیگه این حبابه رو هم پرداخت نکرده باشم. کدومش حبابش کمتره؟ ربع سکه، نیم سکه یا تمام سکه؟ میگی تحمل داشته باش. بریم سراغ همون فرمولی که گفتم. آره، ببین فرمول محاسبه ارزش ذاتی سکه خیلی ساده است. قیمت دلار در بازار آزاد ضرب در قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی که قبلا در موردش صحبت کردیم، مثلا هر کسی گوگل هم بکنه خیلی ساده میاد، ضرب در 9 به خاطر اینکه عیار سکه اصطلاحاً میگن عیار سکه 900 یا 9 عیار شمش حداقل باید 995 باشه، برای همین ضرب در اون عیاره میکنن. ضرب در عیار همون خلوصه، ولی خلوص آره، ولی اصطلاح عیار به کار میبرن. ضرب در 9 ضرب در وزن سکه که صحبت کردیم 8.13598 تقسیم بر یک عدد ثابت که این عدد ثابت نسبت تبدیل هر یک اونس یا اونس به 1 گرمه. 31.103 آره، این میشه ارزش ذاتی طلای یک سکه. حالا قرار بود به اینا بعداً برسیم، نمیذاری ولی عملاً دلاری که سکه امامی داره باش معامله میشه تقریباً هولوش مثلا 94000 تومانه و دلاری که سکه بهار آزادی داره باش معامله میشه 87600 تومانه. یعنی از اون چیزی که هست بیشتر این عدده و این حبابه اینه. این یعنی این که تو داری برای یه سکه امامی 13% بالای ارزش تلاش میدی، ولی این طبیعیه. ببین هیچ وقت تو شرایطی رو پیدا نمی‌کنی که سکه حباب صفر شه، مگه اینکه دیگه تو بگید الان دیگه درای ورودی ارز به کشور باز شده، قرار خود ایلان ماسک بیاد همه پولشو بیاره تو ایران، اون موقع شاید حباب سکه منفی شه. یه مقدار به دلیل همون جایگزینی که بهت گفتم که طلا در ایران، سکه در ایران جایگزین دلاره، این حباب طبیعیه و به خاطر سهولت مبادله‌اش. خب من کی باید نخرم؟ زمانی که حباب بزرگه؟ زمانی که حباب از محدوده 20-25% بالاتر میره. توی سکه 100 مثلا 1-2 میلیونی حباب رسیده بود به 30 خورده درصد. یعنی 30 خورده درصد هر آدمی که داشت سکه می‌خرید داشت بالای ارزش طلاش پرداخت می‌کرد. و خب اینجا بود که کاملا داشت این هشدار رو میداد که ببین این هیجان بیش از حده، از ارزش